ببینید من اصلا نمیتونم کمک نکنم. درخواست و خواستی که هوادار داره و دوستان ورزشی ما دارن نمیتونم، یعنی من خود ناگاه درگیرم که وظیفه دارم که این کمک رو بکنم. کمک من خیلی نمیتونه مؤثر باشه و نمیتونم خیلی خودم رو وارد کنم، چون یه موقعی تداخل پیدا میکنه با مدیریت باشگاه و مسئولین باشگاه. اینم خوبیت نداره. من دوست دارم که خود مسئولین باشگاه، کسی که تو باشگاه هست و مسئولیت داره، خودشون با تدابیر خودشون کار رو برن جلو. ولی یه موقعی اگه کمکی لازم بود من در خدمتشون هستم. آیا تو در روزهای گذشته کمپین‌های حمایتی از دکتر فتح‌الله زاده به وجود اومد؟ شما خودتون با این کمپین‌ها در ارتباط هستین یا اینا به صورت خودجوش به وجود اومدن؟ در این باره لطفاً ما توضیح. پلیس فتح‌های ماست، یعنی کاملا رصد میکنه که چه اتفاقاتی میفته. کوچکترین ارتباط و کوچکترین فعل انفعال رو میتونن تشخیص بدن. ولی اون که شما بیایید مثلا خودتون وارد تشی از طریق کسای دیگه وارد بشی، باز اونها رو میتونن وارد کنم. من چون اینا مسائل اطلاعاتی امنیتیه توضیح نمیدم. خود برادرای پلیس فتا و برادرای وزارت اطلاعات اینها رو میدونن. خیلی خوب اینا رو در بیاریم. ببینید کار بعد اونها هم بچه نیستن، نه پلیس فتا بچه است، نه بچهای وزارت اطلاعات بچه. دو تا حرکتی که تو جامعه اتفاق میفته اونها اصلا میگن که تحقیق میکنن میفهمن که این کار خودجوشه یا یه کسی داره اینا رو هندل میکنه. یه دقیقه کار ناجوان مردانه کردن که اونا رو ما باید بگیریم. یعنی خود من تقاضام از دوستان پلیس فتا اینه که این افراد رو بگیرن که با آبروی اشخاص بازی نکنن. من اون روزی که اومدم و دوستان گفتن که اتفاقی افتاده، من یه اطلاعی دادم تو اینستاگرام خودم و مصاحبه کردم با خبرگزاری فکر کنم مهر. گفتم من راضی به این حضور فیزیکی تو خیابون جلوی کس نیستم. این درست نیست این کار انجام بشه و اونها هم نیومدن. ولی اینا تعمدن مثلا همون روز اومده باز گفتن یک ساعت دیگه کمپینگ، یک ساعت دیگه کمپینگ. هی یک ساعت تا میگن بیان اونجا. خب آدم که بیکار نیستن که یک ساعت بیان. چرا این کارو میکنن؟ به جای اینکه بگن این کسی نیومد، کسی نمیاد، یعنی از اون طرف دیگه دارن بد اخلاقی میکنن. ولی بالاخره من 50 تا رفیق که خودم دارم، یه 30 تا فامیل که دارم، اونا میتونن بیان که. ببینید این کارا زشته، ما نباید بکنیم. من هر چی دارم از هوادار دارم و هوادار هم نشون میده. یه نفر دو نفر که نیست. شما تو مجازی برین، حداقل خودم اون اینستاگرام که دارم یه چیزی حدود 150,000 تا فالوور داره، 149,000 تاش میگن حاجی برگرد. یار مردم توهین نکنیم، کار خودمون رو خوب انجام بدیم، دیگران رو متهم نکنیم. بی اخلاقی، بد اخلاقی زشته. ورزش جای جوانمردیه. آدمم که نمیتونه کار کنه راحت میره. من روز گفتم آقای وزیر، شما کسی که میذارید اینجا بالاخره میدونه اینجا بدهی داره، میدونه اینجا مشکلات داره. طرف یا میتونه یا نمیتونه. اگر نمیتونه بره. چرا واسطاده برای چی واسطاده مصاحبه کنه، واسطاده تبلیغاتشو بکنه، بعد بدهیش کسی دیگه بده، بره. کسی که نمیتونه این از عهده این مشکل بر بیاد. مگه ما نداشتیم؟ مگر این 70 میلیارد 60 میلیاردی که دوستان میگن بدهیه همون یه شبه به وجود اومده؟ زمان منم بوده دیگه، من مدیریت میکردم. تازه الان به اینها 25 میلیارد در سال پول میدن، به من 3 میلیارد میدادن. من خواهشم از رئیس جمهور محترم و مسئولین کشور اینه این دو تا باشگاه را از بلا تکلیفی در بیارن بیرون. این استقلال الان سالهاست دست آدم‌های بی‌کفایت و بی‌لیاقت میفته، روز به روز باشگاه ما رو دارن نابود میکنن و همش تقصیر میخوام بندازن گردن اون. اینا رو خصوصی کنه یا پیمانکاری کنه. 5 سال بده به یه کسی تو مزایده بدن، اگه خوب بود تمدید کنن، بد بود بازم عوض کنن. این راه حلش. این کار کنن من شک میکنم. یعنی من به عنوان یک کسی که سالهاست تو ورزش خدمت کردم شک میکنم به بعضی از مسئولین که اونا تعمدن میخوان این ورزش از بین بره. والا چه لزومی داره شما آدمایی که کار بلدن میندازینشون بیرون؟ با این دیدگاه نمیشه. ورزش امروز تو جهان یک پتانسیل عظیمیه. ورزش الان رتبه 11 جهانی چیزو داره، اقتصاد جهانی رو داره. این خیلی مهمه برای ورزش. خب ما چه میخوام بیدار بشیم؟ بابا ورزش دیگه توپ بنداز و 4 تا دنبالش بدون نیست. استقلال پرسپولیس ارزشمندن، هوادار میلیونی دارن. به این هوادار احترام بذاریم، آدم‌های کارآمد بذاریم، آدم‌های سالم بذاریم، کار بکنن. متاسفانه اونایی که کار بلد نیستن هی شعار میدن، اونها هم که کار بلدن همش تو بار تهمت و نمیدونم انگایی است که دیگران میزنن. من اعتقادم این هست که در باشگاه استقلال مدیر عامل سیبله با سایر جاهای دیگه و شرح وظایفش با هیئت مدیره و با مدیر عامل تفاوت میکنه، با یه شرکت فرق میکنه.
اینجا ما نفر اولمون باید مدیر عامل باشه. هیئت مدیره بازوهای فکری و سیاستگذاری مدیر عامل باید باشن. یعنی در حقیقت مدیر عامل باید نفر اول باشه در همه چیز و باشگاه نمیتونه اداره بکنه. نه، من همگونی نمیبینم. اول فصل شما نگاه میکنین بچه‌ها میگفتن که شما چرا اعتراض میکنی در مورد آقای منصوریان؟ من بهش گفتم آقای منصوریان، اگر هیئت مدیره ازت حمایت میکنه، اگر مدیر عامل حمایت میکنه بیا، و این الان شرایط سختیه. امروز خودش میفهمه من چی میگم. اون روز از من ناراحت شد ولی فکر کنم امروز فهمیده من دارم چی میگم. ببینید نمیتونن حمایت کنن وقتی که یه نفر میگه این بازیکن رو من نمیخوام. آیا مگر هیئت مدیره این اختیار داره که من این بازیکن رو نمیخوام؟ یا مثلا اون یکی میگه که فلانی رو بیاریم. اینا درست نیست. هیئت مدیره میتونه سیاست‌های کلان باشگاه رو بگه تو جلسات هیئت مدیره و بیشتر از اون نه. شما ببین ما 16 سال آقای دکتر آقا محمدی، آقای دکتر ایروانی، آقای مهندس میرولد عضو هیئت مدیره ما بودن. شما الان 100 سال پرسید 90 تاشون میگن نمیشناسیم اینا رو. این آدما با این عظمت، با این بزرگیشون یک بار مصاحبه نمیکردن. من که یک جوان بودم، خود اونام آورده بودن در برابر اون اصلا هیچ نبودم، حمایت هم میکردن و من قوی. شما میبینید که میگن دوران طلایی باشگاه سالا چه زمانی بوده؟ همون دوره‌ای که ما اومدیم سال 72 ناصر خان اومد نایب قهرمان آسیا شدیم، اون 5 سال میگن دوران طلایی. چرا؟ برای اینکه آدمای بزرگ پشت سر یه آدم کوچیک بودن و این آدم کوچیک از اون انرژی مثبت میگرفت و به اون قدرت میرفت جلو. کنیم آدمای کوچیک رو نیاریم، آدمای بزرگ بیاریم، همدل باشیم و این بی‌ثباتی مدیریت هم لطمه زده هم به پرسپولیس هم به استقلال. حالا پرسپولیس نگاه نکنین که امسال چون برانکو اومد تیمو جمع میکنه بگیم خوبه. ببین امروز اگر پرسپولیس نتونه نتیجه بگیره یعنی قهرمانی بشه، یک دهه از جام نگرفته. تیمی مثل پرسپولیس با این همه هوادار تو 10 سال بعد یه دونه قهرمانی بگیره؟ چرا نگرفته؟ به دلیل اینکه 6 تا 7 مدیر عامل عوض کرده. اینا ریشه باشگاه‌ها رو از بین میبره. راجع به یارگیری استقلال در این فصل دوم چیه؟ خب طبیعیه که اصلا خوب نیست. ببینید من الان نگران بازی با اسدم. بنده خدا آقای منصوریان الان میخواد چیکار کنه؟ ما آبرو داریم. ما یه زمانی اسم استقلال که میومد کشورهای حاشیه خط به تنشون میلرزید. ما 10 نفره الهلال رو توی دبی زدیم، الاتحاد اینجا زدیم، یعنی همه گردن کلفتای تیم‌های حاشیه خط پاس رو بردیم. الان داریم زنگ تفریح میشیم. الان پرسپولیس هم مثل ماست. چند سال پرسپولیس نتونسته از برادرهای بالاتر. آخه چرا این ظلمه دیگه؟ ما 2 تا باشگاه داریم که مردم اینا رو دوست دارن. ما هر چی بگیم این نافی این نیست که سپاهان خوب نیست، این نافی این نیست که تراکتور ما خوب نیست. اونا هم هوادار میلیونی دارن، اونا هم دارن میکشن بالا، ولی ما اونا رو هم بکشیم بیاریم در این سطح، نه اینکه اینا رو بکشیم پایین ببریم تو این سطح. این اشکال ورزش ماست. امیدوارم که آقای سلطانی فر سریع به داد این 2 تا باشگاه برسه و مجموعه حقوقی اینها رو هم درست بکنه. این الان من نمیخوام باز کنم ولی مسائل حقوقی این 2 تا باشگاه کاملا ایراد داره. نه آدمای حقوقشون ها، موضوعات حقوقی که اتفاق افتاده اینها بعداً 2 تا باشگاه دچار مشکل خواهد. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فتح‌الله زاده. خیلی متشکرم. امیدوارم موفق باشین در ادامه. خیلی متشکرم. ممنون.